حرفی زده گفت دختر بود اینو بخور. علی آقا سلام. چی شده؟ چی وقت ساعت 3 چیزی شده علی؟ بیا نمیدونم چند داز ببرد و برچسب ببرد و مرتضی خفه شو آقا سلام، خیلی مخلصم. چقدر اتاقم خوشگل شده. آدم سورپرایز شده. ساچه واو. نه واو خالی ساچه واو. مگه میشه؟ آقا منو کردم. آبشون ندارم. بعدات چند من میخواستم فکر بدم نکنم دیگه. از گرده‌ای رفتیم. خیلی مخلصم. امیدوارم که شب و روزتون بخیر باشه. بچه ما الان داریم تو تایم 3 بامداد. ساعت اگه بشه زوم کنین ساعت 3 چش باز نمیشه. 10 دقیقه به 3 صبح داریم ویدیو ضبط میکنیم. هر کسی به بازه قراره تو این ساعت زنگ بزنه و معلوم نیست کی رو از خواب بیدار کنه و چی بگی و معلوم نیست. سعی کن نخندین. قراره با مرتضی بزنیم. شروع شد بدبختی رو کردن. من الان توف و لعنتش برام من ساعت 3 و من آب خنک میشه. آب خوردن هم سخته مگه نه؟ بری در یخچال وا کنی آب بریزی بخوری بعد سری بریم سر هستم ادب. لطفا واسم کامنت بذارید، نظرات خودتون رو برام بنویسید. لایک یادتون نره. دوستاشون سابسکرایب هم بریم. ما مرتضی رو داریم. 3 2 1 مرتضی باخت 1-0. آره سانسور میکنه ادیتور. ندم جانم خفم بود. هر کس از سلام. آشمی سلام بچه من یه بار میگم ها و شما بعدش میرین. هر بار که من گفتم بعدش شما میرین. این به خاطر فالوور داره این جر خورد. خودتون رو نکشید. آقا گوشی از دست این بچه ها بگید. ساله بودی مثل سایه. میگه بعد از دیدن این اجرا دیگه نخونده. مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق، بی تو شب دوباره وقتی تو مستی به رفیقت میگی صدات خوبه. آیرانی ها رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم. عطر گل الان گاز میگیره بود وقتی از تو بی سرودم. این داور روحانی بود اسمش. خیلی خوبه. با میره آره باش که تعارف نداره میخنده. وقتی میگن زبانش چقدر خوبه. این پارتی داشته 100%. فرناندو لیزی روزا چی رو؟ یکی گندگلو یکی گندگل مرد فردام بگو حیث رو پیشو کنم جایی بگو بگو حقی رو پیشو کنم اصلا بگو حقی رو پیشو کنم راست میگه ها دخترها واقعا نمیتونی بگی اینجا رو پشت در داره میرفته درسته؟ چرا؟ چرا؟ خورد امیر خدا رو شکر کنم داشتیم روش آسمونی در شب دارم اندیه مردم مرسی خیلی ممنون. منتشم متاسفانه حالا نه ها
بگم میخوام به روحانی رو فقط نگاه کن. اینا چجوری میومدم اصلا با شرکت روحانی چهر خورد اینجا دیگه. نگاه خندید آقا من نه این خنده تعصب آقا نگاه خنده روحانی رو تردمیل الان اشتباهی زیاد میکنه فقط نگاه کن. دیدی اینو من قبلا تو اکسپلور اینستاگرام دیدم. مرتضی 23 ساله بعد نگاه کن خندیدی چرا؟ ماره از اینجا نگاه این مو هم نداره نگاه داره میمیره یا آخراش نگاه نجه یکی نیست اون دامسته رو خاموش کنه نگاه کن کارت قرمز زارت عزیز دلم من الانم گفتم دوباره بهتون تکرار میکنم بفرمایید شما اصلا برد و باختش مهم نبود من کسی این همه بوی زغال تو صورت ما خورد وقتی شما میریم مهمونی بوی سیگار رو میگم بوی زغال ببخشید که من براتون پلو درست نکردم خواهش میکنم دیوونه خونه بود واقعا انگار عقلشون کمه شما هم ناراحت نباشید اینا تجربه بشه برای دفعه‌های بعدتون واقعا حالا دوره از جون اونایی که از کشورهای خارجی دارن ما رو نگاه میکنن خارج از کشور یه 20% اینایی که مهاجرت کردن یکم عقلشون ناقصه ببینید که مؤدب باشن یا نباشن پس من سکوت میکنم هر وقت حرف شما تموم شد من حرف میزنم نگاه سعیبت داشتم که جلو خروج باد معده رو میگیرن زودتر کارشون به بیمارستان قلب کشیده میشه. خب همونطور که میدونید تو فرهنگ ما خروج بادهای صدادار به هر نحوی زشته، چه از بالا به صورت آرام و چه از راههای دیگه. شاید باورتون نشه اما با جلوگیری از خروج این بادها به بهانه اینکه زشته و فردا آبروی من میره حجم زیادی از گاز توی بدن نگه میداریم. بعدم با علائم میشویم که ناراحتی قلبی و درد قفسه سینه راهی بیمارستان میشیم. تازه این اول کاره، اون حجم از استرس و هزینه‌ای که برای چکاپ خرج میشه جوابی جز نه از شر این درد ترسناک راحت چید. بعد از خوردن وعده‌های نفاخ برید یه چشم‌هاتون رو به خودتون درد دل کنید. حالا شما بگید به نظرتون خارج کردن گاز معده کار زشتیه یا نه؟ نفر سوم لیست شهرت باید با من ازدواج کنه. بفرست نگاه الان لبو درگیر میکنه قوی بود آبادان آمد دیگه این منم آفتابک نوره بود کل دسته آدم باید به دسته چه خوبه آبادان ها آقا میگه آپارتمان 25 تا به خط دارونش 2 تا تکزنداز 2 تا کماندو بعد برم معاضه میگذاشته بود میره اونجا خودم و به مامانم گفتم مامان جون انگیزش موهای سیاه هم مثل شما سفید بشه یه لبخند ترکی زد و گفت دختر جون اینو بخور نه من قبلی هست نگاه مغزو داره میخارونه نگاه برگشت نگاه کرد یه اینطوری پیریه کیه؟ نگاه
خب از اونجایی که مشخصه شما باختی. شما خیلی خندیدی این سری. من خندیدم ولی خب من درخواست ویدیو چک دارم از ادیتور عزیزمون، میخوام که ببینیم آقا کی بیشتر خندیده. رگم میزنم بیشتر خندیده باشم. حرفی زده گفت دختر بود اینو بخور. بله مرتضی بیشتر خندیده. مرتضی باخته. رگ خواب این دل همینو الان تو دست تو بوده. به کراشت زنگ بزن همینو بخون. من نباختم که عزیزم بشرم. شما باختی. من نظرم اینه که زنگ بزنی به آقای مهدی امینی خب و بهش برگردی بگی که جارو برقیمون خراب شده، جارو برقی داری به ما بدی، ما خورز گرفته خونه رو لطفا. با گوشه من زنگ میزنی؟ با ساعت 3 زایت بخواهش میشه فردا صبح حکم اجرا کنم؟ نگیر آقا. به همین الان صحبت کنم. برو گذاشتم بغل میکروفون. داستان میشم بگی برو درست. جارو برقیمون خرابش نخندی، جدی جارو برقی خراب شده. آخر سر خواستی بگی یوتیوب مشکل نداره. جارو برقی خراب شده، جارو برقیتون من بیام بگیرم ازتون. دقیقاً ساعت 3 صبح شد. من چرا گوشی خودم زنگ زدم؟ در حال حاضر مشترک مورد چه کاری بود؟ خب ولش کن. زنگ بزن به علی غفاری زد. معلم؟ خب زنگ بزن بهش. بابا اون زن و بچه داره. خب زنگ بزن بهش. برگرد بگو که چرخ گوشتمون خراب شده، داشتیم کوبیده میزدیم. چرخ گوش داریم بیام بگیرم. بعد وسطش برگرد بگو که جارو برقیتون هم دم دستی که بیام داریم آب میوه میگیریم با جارو برقی. میبازی دیگه تو هم بالاخره. میبازم. آقا هر چی میشه میخندی. تابلو نکنی جدی. با استرس. علی آقا سلام. چی شده؟ ساعت 3 چیزی شده علی؟ ها؟ اتفاق افتاده بیا. خواب پریدی؟ ببخشی علی بابا گیر کردیم، مهمون از آبادان برامون اومده بود. این چرخ گوش ما سوخت، داشتیم کوبیده میزدیم. گفتم کی نزدیکم؟ حامد خواب بود. گفتم اگه میشه بیام ازت زود بگیرم. من بله؟ من میام میگیرم. اشکال آره فقط جارو برقم بذار کنار این پرزای فرشمون. علی جان بیداری؟ آب میوه علی آب میوه هم میخواستم بگیرم. آب میوه گیری داری؟ بیا میدم چند دست بیبرده باید چست بیبرده باید مرتضی. تو رو خدا ببخشی علی، من میام کلید خونت رو بنداز پایین، اصلا پایین من خودم بیام هرچی هست بردارم. تو بیا اینجا زنگ بزن تو من کلید رو دادم پایین بیا بالا. علی تو رو خدا ببخشید. آریا خوابه؟ چه کلید رو بدم؟ آریا خوابه؟ آره خوابه. آیلین چی؟ خوابه. باش میام خانم ناراحت نشه میخوای چرخ گوشه بدی به؟ خوش بیا مرتضی بیا. علی بابا با این فامیلا هم دعوام شده، میتونی بیای الان یه لحظه پیشه؟ الان بیام؟ آره علی. با فامیل دعوا شده الان پیشه؟ آره علی فامیل درسته فامیلی دعوا ولی تو هم احتیاج دارم. الان بیام؟ با چرخ گوشه میتونی بیای؟ الان میشم بیام. علی ریختن تو اتاقم. خفه شو. آره این فامیل نزدیکمونه. علی جان منم وسواسی، میتونی بیا یا نه علی؟ من به یکی دیگه زنگ بزنم. علی مرسی ببخشید که خواب بیدارت کردم. الان بلاک میکنم. علی چه ویدیو واسه یوتیوب ضبط می‌کردی؟ مرسی که نشتی هستی. مرسی. برو بخواب. برو بخواب علی. خدا
اولش یه جور شروع کرد من پاره جواب مرتضی یه لحظه از کادر دوربین خارج شد به خاطر همین موضوع اون حس من از بین رفت. من فکر کردم ما به دادش میرسیم علی آره یه جورایی داشت انگار مثلا عذاب میکشید تو خواب، انگار لحظه فوق العاده ای بود که ما تماس گرفتیم از خواب بیدارش ما رو واقعا به خدا اینطوری بود. چی شد؟ خیلی مخلصم، دوستتون دارم خیلی زیاد، دمتون گرم که تا این لحظه ما رو نگاه کردین. امیدوارم که همیشه لبتون فقط به خنده باز بشه، کنار عزیزترین کساتون اتفاقای خوبی براتون رخ بده و هرچی از خدا میخواید براتون به زودی زود رقم بخوره. ببین چیکارش کنم کلیپ بعدی چقدر قور میزنه. خیلی مخلصم، ببین باش سربازتونم از ته دل. فعلا دوستتون دارم. خداحافظ.